اوکی. قرار ضبط بشه؟ اوکی. نه اشکال نداره. نمیدونم فقط از کجا شروع کنم. داستان شروع دنیای یوتیوب برای من، راستشو بخوای همه سرمنشأش از جایی بود که من نامزد دوان آوارد شدم. یوتیوبه. بذار فکر کنم. نبیل راست میگه. نبیل خیلی باحال بود. نبیل تم داشت استریمش. آفرین نبیل. نه واقعا نبیل تیوی من دوناتون جذابی دیدم. کیفیتی گم خوردم چه خوبه. آره یادم اون اولاش امیر رایت واسه اولین بار دیده بودم، بعد انگار که میلیون ها سال با هم رفیق بودیم. خیلی عجیب بود. شروع سفرمونه. امروز چندمه؟ 18 اسفند 1403. اومدیم برای ایونت دوان آوارد. از اهواز حرکت میکنیم با استاد آقای امیر رایت. دیگه خواب موندیم و اینا. امیدوارم خوب برسیم به مراسم. حالا از مابقیش هم نشون بدم. ما رسیدیم فرودگاه مهرآباد. سوارمون نکرد ولی ما دومی داریم میریم اتوبوس بعدی. سوارمون کردن قبلیو. اومدیم تو فرودگاه. بعد مرمت اینا رو ببین. اینا چیه؟ آره روز اولش اتفاقات عجیبی افتاد. همه چی کنسل شد. من اشکا و ناراحتی ها رو یادم هنوز. واقعا شرمندم هرچی از درایتون اومد از شهر سما. اینو خودم خوب نیست بخواه. ولی خدا رو شکر به بهترین شکل ممکن که میشد ادامه پیدا کرد و تموم شد. صبح بیدار شدیم و برنامه دیروز کنسل شد. هم بیحال بودیم. امیر رایت رو ببینید بار میبره. نشستیم خونه سینا تازه استریم استارت کرد. حالا من دارم شلاق میزنم ارباب صدامون هم نره. امروز ظاهراً ایونت قرار برگزار بشه ولی به صورت مخفی تر. دیروز دیگه فهمیدیم حالمون گرفته شد دیگه. من کلا ویدیو نگرفتم. هیچ کم ویدیو نگرفت. خدایم کلا ضد حال نسبت بچه‌ها اونجا رسیده بودن دم در. اصلا ما اینجا نشسته بودیم. حمید اسکورپیو، من، سینا، حمید و سایه اونور تو راه بود. ناراحت بودیم دیگه. من امروز ویدیو میگیرم. کاراش میکنم. نشستیم. سلام. بچه‌ها تو ولاگ نبیل Actually good سینا. یه خورده اکسپوژرش آوردم پایین. 5 minutes later. الان استریم بودیم. وضعیت رو دور خدا. امیر رایت رو ببین. خیسه هنوز بنده خدا. یه استریم کردیم بعد از اینکه به اون خبر دادن پاشید بیاید مراسم. استریم سینا بودیم. هایلایتش هم هست. قطعا میتونید برید ببینید. و تخم مرغ زدیم و الان داریم میپوشیم بریم اونور. بریم ببینیم چه خبره. عمو سینا، من و آقای امیر رایت اگر بیاد مثلا داره امیر تونل رفتیم تو تونل. شب شد. من شبیه اون ایموتم دندوناش مشخصه. این کانیه وست آخری میخوایم برسیم. ساعت 6 مراسمه. الان چقدره؟ 6. ساعت 6 حرکت کرد. ساعتمو یادم رفت. میبینمتون اونجا. بعدش که ما
رفته بودیم توی مراسم یه حس عجیبی بود، انگار که من جزو آدمایی شده بودم که سالها آرزو میکردم. آقا دمت گرم. اینه قربونت. شاکرم. بعد از مراسم اتفاقات خیلی باحالی افتاد. رفتن خونه کمند، اون غذایی که به ما داد چه حالی داد. رنگ کردن اتاق سینا یه تجربه خیلی جالب بود واسه من. هیچ وقت شاید تکرار نشه. و رفیق شدن با آدمایی که هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم. سلام. به دخمه ما خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. تشریف بیارید من بهتون نشون بدم اینجا رو. نه. بچه شاید فکر کنن چرا تعجب نمی‌کنن، ما دوباره داریم میگیریم. آقا بیا اینو بگین. اینجا استودیو آینه 23. همه کانتنتایی که دارید می‌بینید همینجا پخت و پز میشه. این امیر رایت با ماه. علی زودیاک. آقا حسام تازه اومده. داره عضو رسمی اینجا میشه. آقا رضا مداومش در استودیو. بشین مافیا بزن. بشین ما. البته بگیر از من. این استودیوی من و علیه با همه و علی آقا اینجا یعنی در اصل مال ایشونه اینجا. فقط اینجا یه مهمونی. آره. نه مال آقا رضا. نه بابا مال خودتونه بابا مال خودتونه. اصلا آقا اینا نیست. من نمیخوام صحبت کنم. چکشو نوشتم. و بعد از اون تصمیم گرفتم که یوتیوب رو خیلی جدی بگیرم. خیلی واسم مهم باشه. میدونی دوست داشتم تو این دنیا خودم رو امتحان کنم و همه چی تموم شد، یا شاید بهتره بگم شروع شد با برگشتن من به اهواز. سلام، خسته نباشید. نظرتون در مورد شهرستان تهران چی بوده؟ رفتم سمتش. امیر میگه گشنمه، علف هست. بده. ما قبل خدمت هم میدید.